یک چی بوده. این تعریف هم تقریبا چیسته نقض میشه، به خاطری که در مورد اسماعیل علیه السلام هم رسول آمده، حالان که شریعت ابراهیم علیه السلام برش بوده. بعضی میگه فرق نیسته، رسول او را میگه که مامور به دعوت است، نبی او را میگه که مامور به دعوت نیست. اگر کسی سوال بکنه جواب میده، فتوا میده، لیکن مامور به دعوت نیست. لیکن این قولم ضعیف است، چرا هر پیغمبر وظیفش دعوت است، یک پیغمبر بدون دعوت نیست. از همون خاطر اردو امر یک جای بکنیم که رسول او را میگه که هم دعوت میده و هم شریعت جدید برش آمده، نبی او را میگه که اگر دعوت میده خو شریعت جدید سرش نآمده، اگر شریعت جدید سرش آمده دیگه او مامور به دعوت این شریعت نیست. چرا؟ این شریعت دعوت داده شده، این تایید کننده است، یعنی دیگر چی میکنه؟ تایید کرده است، دعوت تر داده شده، این تایید میکنه. و نادینا من جانب طور، ما آواز دادم به موسی علیه السلام از طرف طور، کوی طور الایمن، جانب راست کوی طور، و قرر یا جانب راست موسی علیه السلام، اردو معنا درست است. و قربنا، من نزدیک کردم موسی علیه السلام به خود، نجیا، در حالی که رازگویان بود. نجی او را میگه که راز و نیاز قطش میکنی، سخن پنهان قطش میگی. و وهبنا له من رحمتنا، بخشش کرده بودم به موسی علیه السلام موافق درخواستش از رحمت خود. چرا؟ اخوه برادرش هارون علیه السلام، نبی یا پیغمبر، سخت برادر دوست داشت. اگر این برادرها نمیخواد که در مرتبهش دیگه برادر برسه، نه عالمش، نه دکترش، نه انجینرش، نه هیچ کدامش، هر کدام میگه ما باشم. در درجه اول کی باشم؟ یگانه کسی که برادر مطابق منصب خود تقاضا داره کیست؟ موسی علیه السلام است. واذکر فی الکتاب اسماعیل، یاد کو در قرآن کریم اسماعیل علیه السلام، انه کان، یقینا اسماعیل علیه السلام کان بود، صادق الوعد، در وعده خیلی راست باز بود، هر چیزی که وعده میکرد مکمل با وجه درست تکمیل میکرد، ادا میکرد. و کان رسولا نبیا، بود پیغمبر، رسولان بود، نبیان بود. و کان یامر علیه، دیگه خصوصیتشی بود که شروع از اولادای خود کرده بود، مولای متوکل واری نبود که اولادایش غمی اولادای خود نمیخورم، در این جمع قصور دارم، خود الله متعال مغفرت برم بکنه، سخت قاصر هستم در این مورد. و کانه بود یامر علیه، امر میکرد اهل خود به صلات، به نماز، نه به نماز و زکات خود من امر میکنم، خود دیگه گپا، به صلات، به نماز، و زکات، به زکات. دلیل بالای عزیزته که هر پیغمبر شروع دعوت از خانواده و اقربای خود کرده. چرا؟ به خاطری که اگر اقربایشان جور نباشه، عقیده عملشان، مردم انتقاد میکنه که تالی را پدری تا جور نکدی، برادری تا اولادی تا بر ما نصیحت کرده رایستی، گپ آدم کمرنگ میشه. چی میشه؟ زبانی که واجور باشه دیگه تو همینطور زبان دراز است، خب دعوت داده میتونی. از او خاطر کدام کسی که از برادره و خواهره کلی خاندانش موحد است، فکرش جور است، شکر الله را زیاد بکشه. و کان عند ربه مرضیا، بود اسماعیل علیه السلام به نزد پروردگارش بنده پسندیده شده، به نزد الله متعال الله پسندیده بود. از او خاطر اسماعیل علیه السلام امتحانات بزرگ سپری کرده. واذکر فی الکتاب ادریس، یاد کو در قرآن کریم داستان ادریس علیه السلام، انه کان صدیقا نبیا، یقینا بود صدیقا آدمی راستکار، در عمل در گفتار، نبی یا پیغمبر بود. و رفعنه، بالا کرده بودم ایره، مکانا در مقامی، عالیا خیلی بلند. اینجا مراد از مکانی عالی، جای عالی است که در آسمان پیغمبر علیه السلام دیده شه، یا مراد از مکان مقام است، منزلت است، منزلت ما برش داده بود منزلت خیلی عالی را. ادریس علیه السلام از جمله چیسته؟ پیش از نوح علیه السلام در جمله نواسایش می آید، از او خاطری پیش است. بعد از آدم علیه السلام و شیس علیه السلام است، در مابین تیر شده. و اولین کسی که نجاری کرده کیست؟ ادریس علیه السلام است. از شغل نجاری برای خود کمایی میکرد، در حدیث آمده. از او خاطر به اولی دست پیدا میکرد، پیر صاحبا واری نبود، ملا صاحبا یا خند واری ما واری نبود که منتظر دیگرها باشه، خود عمل میکرد. شیخ البانی رحمه الله بگوی در زندگانیش خوانده سازی میکرد و الله اینقدر خدمت بزرگ حدیث رسول الله را از پیشش گرفته. اولئک الذین انعم الله، این مردم کسانی است که الله انعام کرده علیهم بالایشان، من النبیین، از پیغمبران علیهم السلام، من ذریت آدم، از اولاد آدم علیه السلام هستند.
در اولئک اختلاف مفسرین است. یک تعداد میگه مراد از اولئک اینمی پیغمبرایی که ذکرشانی جشود اونم وا مراد است، لیکن اکثر مفسرین جمهور قائل به است که نه، اولئک اشاره به این پیغمبرا و پیغمبران دیگری که ذکرشان در این جنه آمده کل پیغمبران مراد است. الله میگه که کل انبیاء علیهم السلام کسانی است که الله سرشان نام کرده، چرا که من النبیین است پیغمبران، من ذریت آدم از اولادی کیست؟ آدم علیه السلام است. از دیگه از اولادی کیست؟ و ممن حملنا از جمله ذریه اولادی و کسی از حملنا که برداشته بودم مع نوح امرای نوح علیه السلام از بچهش که سام است از او پیدا شده، و من ذریت ابراهیم از اولادی ابراهیم علیه السلام، و اسرائیل از اولادی یعقوب علیه السلام است، و ممن هدینا و از جمله اولادای کسانی هستند هدینا که ما هدایت کردیم یارا، هدایت کرده بودیم یارا، و اجتبینا برگزیده بودیم برای پیغمبری یارا. از جمله او اولادا انبیاء علیهم السلام بود که الله سرشان چی کرده بود؟ انعام کرده بود. مراد از انعام اینجا چیست؟ الله توفیق دعوت برش نصیب کرده بود، عمر خود دعوت برای رساندن نفع برای مخلوق الله تیر کرده بود. اذا تطلع علیهم آیات الرحمن، زمانی که تلاوت کرده میشه بالایشان آیاتای پروردگار، یعنی زمانی که دلایل توحید الله احکام الله سرشان بازگو میشه، خروا میفتن سجدن سجده کنان، از بخاطر اظهار کمال عاجزی خود که عاجزی خود نشان بده، و بکیا بسیار گریان میکنه برای الله متعال خود. اینا اصل هدف و اصلی که ما پیش گفته بودیم اثبات کمال عاجزی انبیاء علیهم السلام است. انبیاء پیغمبران هستند، دعوت دادن، محتاج به الله متعال است، آنقدر پابند نظام الله متعال است، زمانی که آیات الله را میشنوه گریان است، سجده میکنن و عاجزی برای الله متعال میکنه. پس اگر کسی خود پیروی تر پیغمبران میگیره یا کمال عاجزی به الله بکنه، رای توحید محکم بگیره و مکمل تابعدار امی پیغمبران علیهم السلام باشه، اما گبی تر باقی نمان، گب خراب شد. اینطور پشتی سر کسایی که در پشتی سر از یا آمد مردمانی بودن که وا مریض شدن، فساد شروع کردن، دو مرض درش پیدا شد. میآید فخلف من بعدهم، پس از پیشان آمد یا ایسته که پشتی سر خود گذاشت، من بعدهم پس از خود، خلفون او چیسته جانشینای ناخلف، مردمای ناخلف در پشتی سر خود گذاشت. چی صفت داشتن و ناخلفا؟ دو صفت غلط، اضاعوا الصلاة ضایع کردن نمازه، و اتبعوا الشهوات تابعداری خواهشات کرد، فسوف یلقون غیا، زود است که یا برسن غیا بمو جزای گمراهی خود. یک ترجمه فسوف یلقون، زود است که انداخته شوه غیا دو وادی جهنم که جهنم دا است، یا فسوف یلقون غیا، زود است که در سرنوشت سرکشی خود گمراهی خود یا مبتلا شوه. اینا در اینجا الله متعال یکی خلف است یکی خلف. خلف جانشینی بد میگه، کسی که در پشت سری کسی بیا لیکن بد چی خوب نداشته باشه، صفت و خصلت خوب نداشته باشه. یکی خلف است، کسایی که پیروی مکمل و موافق از سابقا را میکنه او را خلف میگه که او هیچگاه نافرمانی نمیکنه. در اینجا الله متعال پیروان به دو صفت بیان کرد. یک صفتش ضایع کردن نماز است. چرا؟ کسی که نماز ضایع میکنه به دیگه کارا بیخی زیاد ضایع کننده است. از همون خاطر پیغمبر علیه السلام نماز ستون دین قرار داده که کل دین سر از استوار میشه. اگر تو لحاظ نماز میکنی لحاظ دیگه چیزا را میکنی، اگر لحاظ نماز نمیکنی لحاظ دیگه چیزا را نمیکنی. الحمدلله یگانه صفتی که در موحدین برادرای جوان خوارای جوان ما امیالی میبینیم چی است؟ بگوید درستی نماز است. قیام، قومر، سجده، قرائت، رکوع، همهش چی تراویح و نفل باشه، کلی نمازهای نفلی یا چی فرض باشه. الحمدلله این مردم که شناخته میشه توسط امین نماز درست شناخته میشه. الحمدلله که صفت دما موجود نیست، ان شاء الله الله توفیق بده که موجود نشه. ضیاع نماز چی را میگه؟ بعضی از صحابه منقول است که ضیاع نماز بی وقت خواندن میگه، و بعضی میگه ضیاع نماز این را میگه که رعایت خشوع خضوع و شرایط و سنن و مستحباتش نمیکنه. اصلا اردو امر شامل حال است. اگر کسی نماز بی وقت میخونه
مثل که در افغانستان کلی عمر نماز دیگر اکثر در وقت مکروهیت میخوانه، در یک وقت هم در وقت اول نخواندن. اون حدیثایی که در مورد تعجیل نماز است آنقدر زیاد است که پرسان نکن، لیکن از اینمی ثواب و فضیلت ها بالکل محروم است. وقت به وقت نماز خواندن این درست نیست. یک تعداد مردم میگه برو باز قضا میخوانم، این گپ غلط است. قضا نیست برادرایی را من براتون اعلان میکنم. فقها نوشته میکنه که قضا هست، قیاس میکنه بالای فراموش کردن نماز. میگه وقتی که در فراموشی قضا داره، اگر قصدن کسی ترک میکنم قضا داره، اما حدیث پیغمبر تقاضا میکنه که قضا نداره، لا کفارت لها الا ذالک. فقط در دو صورت پیغمبر او را قضا نمیگه، امو وقتی امو نماز است. یکی که خواب بری باز بیدار شوی، هر وقت که بیدار شدی اونم وقتی نماز است بخوان، و یکی که فراموش کرده باشید در یادت بیاید. فقط دیگه وقتا قضا وضا نماده، مردم در کار خود مبتلا می باشه، دکانداری خود میکنه باز قضا میخوانم. این با دین الله استهزاء و مسخره نکنید، قطعا گپ نیست. این را ضیاع نماز میگه. یا نماز به وجه نادرستش انجام دادن، در وجه رکوع را درست نمیکنه. قومه و جلسه را خصوصا در افغانستان زنا هیچ رکوع را درست نمیکنه. چرا؟ ملا صاحب برش گفته که نماز زن و مرد فرق داره. زن کمی دستش در زانو رسید دیگه خود خم نکنه، او همونطور نیغ استاده می باشه، رکوعش درست نیست. سجده را چی رقم میکنه؟ پیغمبر منع میکنه که تشبیه به حیوانات نکنی، با مثل سگ گوره نعوذ بالله آرنجای خود در زمین میچسبانه. کی گفت که در کدام حدیث صحیح آمده؟ در یک حدیث صحیح کسی ثابت کرده نمیتونه که فرق در بین نماز زن و مرد باشه. تعجب دایست، 9 زن رسول الله موجود است. اگر این موضوع فرق می بود حتما برای ما چی میشد؟ نقل میشد. هیچ جای نقل نشد. عبادت الله یک رقم است. نه زن اگر خود خم کنه خب نیست برش، در ری سرک کنه نماز نمیخونه، بدبخت خود خانه نماز میخونه، باز خودش سجده نکنه، هیچ رکوع نکنه، هیچ نماز نخونه که سطرش از بین نره. سطر خود خانه نماز میخونه. این نماز مرد و زن هیچ فرق نداره. خب نماز بخونه، خصوصا خواهرها یک تعداد آنقدر زود نماز میخونه که خلاص. او چرا؟ امو دعای خودم صحیح نکرده، قرائت خودم صحیح نکرده، امو طور غلط یاد گرفته، خیلی تیز و غلط میخونه. نه، خیلی تا دقت در نماز بکنه. نماز شما را اصلاح میکنه. بسیار از قرآن گفته این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. بالکل این را تجربه کنه، سری خود تجربه کنه. اولین پرسش هم در اونجا نماز است. اگر نماز درست بود انشاءالله دیگه معاملات آسان میشه، اگر نبود باز تباست. یک موضوعی که سبب ناخلفی شده ضایع کردن نماز است. دوم موضوع واتبع الشهوات، تابعداری خواهشات عام است. خواهش شکم، طعام خوردن، نوشیدن، چی هستن؟ نعوذ بالله غریزه جنسی، کلش یا شهوات است. شهوات چوکی طلب کردن، بگوی مغرور چیست، کبر و غرور پیدا کردن، یا کل شهوات است. کسی که تابعداری شهوات میکنه یا ناخلف هستن. ناخلف پیغمبران علیهم السلام اینطور نبود. تابعداری شهواتی حالی چه قدر است؟ روزه را میگیره، شام 10 قسم طعام تیار کرده می باشه. خواهرها را حتی به عبادت نمونده که عبادت بکنه. در مو جمعه پیش ما امی گپا را گفتم، خواهر را نمیگذاری که 2 رکعت نماز پسشوی خونده بتانه. 20 قسم طعام در افطاری سرش تیار میکنی، از پیشین که میزنه که بیچاره پخته کو، که جور کو، که تراش کو، که پاک کو. حتی در نماز شام هم بیکار نمیشه. این کار نکنی. اسلام زندگی ساده است. خرما موجود است، آب موجود است، یک پیرکی میرکی یا بولانی که برش میگه برای خود بکنه خیر و خلاص. اگر در بازار پیکوری فروخته میشه خیر، به اکتفا کنه. یک طعام براتون کافی است. نه سیاسرا به تکلیف میشه، نه خودتان مصرفتان میشه. اینجا حرص وادار میده، این گشنه شده میباشه، هر چیز برش چی که در بازار میبینه در چیز لذت داره. ایرا بخری را اونجا 10 قسم طعام خطار کرده باشه که عمله میکنه دایی و کلش خورده نمیتونه، پس در اشغال دانی مندازه. و اینجا خواهرها و برادرای ما در بیگاه افطار نداره، خرما نداره که افطار سرش بکنه. پس شوی چای نداره، بوره نداره که یک پیاله چای بوره دار بخوره. خبرداری ما مسلمان ها از این رمضان چی را
درس میگیریم چی باید بکنیم. چرا و نصیحت رسول الله از یاد ما بره که پیغمبر علیه السلام میگه که تو هرگاه شوربا را پخته کردی آبش اضافه بکو به یک همسایه خود روان کو. 1 کیلو گوشت ما میتونیم 3 همسایه را قطعش برابر کنیم. خیر است گوشت را زیاد کمتر را میکنیم؟ نه، کمتر. خودی ما کمتر میخوریم، سالا زیادتر خوردیم. چی کردیم؟ ما از اینمی مواسات، این شهر مواسات که برش میگه ماهی است که تو غمخوری بکنی، خبر شوی از دل آدم فقیر و مسکین و کسی که نداره او تو 20 قسم طعامت جمع کردی او چیست از جماعت هم مانده، حرصیت فقط روزیت به خاطر چی بود؟ بگو جمع کردن برای خدمت شکم. شام جماعت در مسجد نرفتی، همینجا خواندی، در خفتن هم در سینه چیست درد شروع شده، حالی طرف دکتر میدوی. بجای از اینکه طرف کجا بروی؟ تراویح طرف دکتر میدوی، یا همینجا درد شروع شده وی من نمیتونم. شیطان باز تو را خب گرنگ میکنه که حالی اونجا بری نمیشه، خوابا زده رایستی، روزیت چی برآمد؟ روزه طور نیست. بسیار در این مورد باید همین نقطه را در نظر بگیریم. خواهرها را بسیار تکلیف ندیم و را بسیار مکلف به این نسازیم. خودی ما خب باز حتی خسته نمیتونیم یک دسترخوان پرتیم. یقینا به الله متعال معلوم است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم با ازواج مطهرات خود مکمل برابر حتی شطور دوشیده همکار می بود. اما ما میبینیم بچه از یک طرف گریان میکنه، شب تا صبح امی مادر بی خواب آمسته، اما اونجا نان و چای تیار میکنه، تو یقین به الله بکن که آب یک برابر کنی همینجا بگذاری. در افغانستان در جامعهش امی گپا سخت ایره عار میدانه که من برم حالی است چیست از زودان از ترمز یا از یخجال آوا بگیرم اینجا در پیش خود بمانم. اینی را میگه. چرا؟ در فرهنگ ما ای را میگه ای زنزور شده. ای چی شده؟ زنزور شده. این گپا غلط است. امی فرهنگای غلط از ذهنتان بکشه، عمل به طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم بکنه، خوش گذاره کنه، بهترین خدمت بکنه. در رمضان در شام بعد هر کدام تلاش بکنیم یک چیز آماده کنیم، به خاطر که کلگی در وقت افطار با هم جمع باشه. چقدر کاری خوب است، چقدر امر نیک است. لیکن ما امو رواجا، امو عنعنات و فرهنگای غلط سر ما حاکم شده تا حالی را خصوصا در پشتونا. پشتونا الله اکبر. زن اینطور فکر میکنه که فقط یک غلامی محض است، خلاص همینطور فکر میکنه. سلام کلام شامدید و مانده نباشی خو نیست، همینطور است. نه، الحمدلله با کتاب الله با سنت رسول الله آشنا شده. دین امیر از ما یک زن عضو بدن ماست، جزء بدن ماست، لباس ماست لباس، و لباس ماست ما لباس از واستیم، و معاون ماست ما معاون از واستیم. در تمام امور امیر رقم همدردی کنیم، از همه چیز آگاه باشیم، خود باید بفهمیم چی تقاضا میکنه و چی چیز به درد میخوره، همون چیز آماده بکنیم. هیچ نوع جنجال جنگ گپا نباشه. اما خو نسواری هستیم که اوهو نسوار چرا تر نکده، گوری پدرم برباد در بدر میشه، گوری مادرم مردیش در باد میشه. این گپاست. الله رحم بکنه. ما را این شیطانا این استعماری طور کرده که انواع چیزا مبتلا کرده. کسی سیکریتیست، کسی پودریست، کسی آلی خو شرابیا برآمده. این را چی میکنی؟ شرابی از دور آماده کو. او باز یک تنها نیست، رفیقا داره، رفیقایش آلی هر چیزا برش آماده بکو. تمام شب خواهر به خاطر آماده ساختن شرابی مردم تیر میکنه. الله رحم بکنه. این یک حالاتی ماسته دیگه. این مردمات تابیداری شهوات میکنه، یا ناخلف مردم است. الله مزمت بدیش بیان کرده. شهوات پرست نباشه، عیش پرست نباشه. این شکم از زیاد نوازش نده، خیلی زیاد یارا نوازش نده، به درد نمیخوره. یک کم فشار سری خود بیاره. چرا؟ به خاطری که سرنوشت خراب داره. فسوف یلقون غیا، زود است که روبرو شوه با امرای نتایج گمراهی خود، یا زود است که انداخته شوه در یک وادی که در جهنم است. الا من تاب و آمن. شما در دلتان گشت که والا همی کارا را خما کردیم. الله متعال دروازه را باز کرده، رای بیرون رفته بیان میکنه، مگر کسی که توبه کرد، رجوع کرد به سوی الله متعال. یا الله مقتی فامیلی خود چیست روش خوب نکرده بودم، ظلم کرده بودم، آلی توبه بکش. و آمن عقیده توحید الله را پیدا کو،
کارای شرک و بدعت میکردی حال ایمان به الله بیار و عمل صالحا عمل درست انجام میده تنها در زبان توبه نباشه که توبه 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 در عمل پیاده کن نماز درست حرکت درست معامله درست سلام درست کلام درست عمل صالح را انجام بده فاولئک اینمی طور مردم که بعد از خطا و قصور و گناه خود به الله رجوع میکنه ایمانش توحید عمل صالح انجام میده این مردم داخل میشه یدخلون الجنت داخل میشه در جنت ولا یظلمون شیئا کم کرده نمیشه ظلم سرشان کرده نمیشه شیئا چیزی را جنت کدام جنت است جنات عدن باغهای دائمی التي همو باغا وعد الرحمن که وعده کرده پروردگار عباده و امرای بندگان خود کسایی که بندگی الله را کرده نه عام و خاصه کسی که واقعا بندی الله است بنده چی مانا خود در چوکات دین برابر کرده در چوکات دین حرکت میکنه میشینه خواب میکنه میخوره میره و معامله میکنه بالغیب دو ترجمه است به سبب ایمان داشتن به غیب به سبب از اینکه ایمان به غیب داره این کار مطابق دستورات الله عمل کرده است یک معنا دوم معنا وعد الرحمن که وعده کرده پروردگار عباده و امرای بندگان خود بالغیب در حالت پنهانی که فعلا وجود نداره در چشمی رو در پیش رویش لیکن آینده الله متعال جنت را برش وعده کرده انه کان وعده یقینا وعده الله متعال ماتی آمدنی است بالکل آمدنی است یا آن چیزی را که الله وعده کرده ماتی یا حاضر کرده شده و پیش روی چیز آورده شده است لا یسمعون فیها نمیشنوه در اینمی جنت لغوا گپای له لعبه گپای بیهوده را نشنوی اتر فضای با صمیمیت تو با چی هسته با نزاکت است الله رحم بکنه عقیده که یکی باشه در بین بسیار صمیمیت می باشه نمی باشه بسیار گپا فضای بسیار آرام نرم با صمیمیت می باشه الا سلاما نمیشنوه گپای له لعبه تعنو بعد دشنامه ای گپا را غیبت الا سلاما مگر سلام یکی با دیگه السلام علیکم دعا یکی با دیگه ولهم رزقهم برایشان روزیشان است فیها در جنت بکرتن صبح و عشیا بیگا یعنی همیشه و متداوم است تلک الجنت التي برشان گفته میشه یمو جنت است نورسو که ما به میراث میدیم با کی کیز من عبادنا با بندگای خود کدام بنده ها من کان تقیا کسی که متقی باشه در دنیا زندگی تقوا را اختیار کرده باشه مامورات الله را بجا منهیات الله را اجتناب کرده باشه و ما نتنزل الا بامر ربک ما پایین نمیشیم جبرئیل امین پیغمبر علیه السلام میگه که چرا هر وقت پیش من نمیایی چرا بسیار مشتاق بود رسول الله که جبرئیل امین بیا جبرئیل امین میگه اینجا ثابت میکنه مثل که انبیا علیهم السلام عاجز برای الله بود در اختیار الله بود ملائک کلش در اختیار الله متعال است متصرف نیستن چیزی که اذن الله میکنه مطابق دستورات الله عمل انجام میده لا یسبقونه چیسته بالقول از الله پیشی چی نمیکنه از خاطر جبرئیل امین جواب میگه و ما نتنزل ما پایین نمیاییم الا بامر ربک مگر به فرمان و دستور الله تو اینطور خو نیست که ما سرای زرداد باشه برو بیا فرمان الله میشه له ما بین ایدینا در اختیار و تصرف الله است چیزی که پیش روی ماست یعنی در زمان گذشته چیزی طور شده و ما خلفنا آن چیزی که پشت سر ماست تا روز قیامت آمده نیست یک ترجمه است دوم له در اختیار الله است ما بین ایدینا او کسایی که در زمان ما در فعلا قرار داره و ما خلفنا او کسایی را که پشت سر گذاشتیم کلش در اختیار الله متعال بود و ما بین ذالک آن چیزی که در بینشان است این به اعتبار زمان هم است به اعتبار مکان هم و ما کان ربک نسیا چند وحی بند شده بود رسول الله خفه بود الله تعالی به جبرئیل امین دستور داده جبرئیل امین جواب میگه ای پیغمبر علیه السلام نیست پروردگار تو نسیا فراموشکار نیست چرا او ذاتی که تکوین و انتظام کل دنیا را میکنه اگر نعوذ بالله یک کمکی غافل شوه خو کل دنیا بر هم میخوره لا تاخذو سنتو ولا نوم است رب السماوات والارض متصرف حاکم سید تربیت کننده آسمان ها و زمین است و ما بینهما آن چیزی که در بین آسمان و زمین است پس کل اختیارات در پیش الله متعال است مالک حقیقی و متصرف الله است که وقتی او مالک و حقیقی است
فاعبده یک الله را عبادت کو، دیگه کس لیاقت عبادت نداره. واصطبر لعبادته، زمانی که کلی تصرفات و ملکیت و اختیارات برای الله است، عبادت هم حق الله است. فاعبده یک الله را عبادت کو. عبادت کردن صبر کار داره. مرد کسی است روزه را همینطور دهی گرمی گرفتن نمیتونه تا که از صبر کار نگیره، جهاد کردن نمیتونه تا از صبر کار نگیره، نماز تراویح استاد شدن چیسته خب منظم به عاجزی چقدر وقت 2 ساعت برای این صبر کار داره. واصطبر، صبر استوار باش لعبادتی، برای انجام عبادت پروردگارت. هل تعلم له سمیا، تو نمیدانی برای الله متعال، ها میدانی برای الله سمیا هم نام و شبیه؟ قطعا کسی نیست. پس وقتی که کسی هم نام الله و مشابه الله وجود نداره، پس حق عبادت هم خالص برای کیست؟ الله متعال است. یک عبادت الله را بکو، ای به دردت میخوره. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الله